خب دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما 6 ماه پیش اومدیم اینجا یک قرارداد 2 ساله بستیم و مالک به ما قول داد که تا 10 سال هم حتی ما میتونیم اینجا فعالیت کنیم. خب ما طبیعتا به خاطر حال بچه‌ها، رفاه بچه‌ها یه مقدار هزینه کردیم، سرامیک، برق، آبگاز و حالا فصل‌کشی‌هایی که کردیم، سقف‌هایی که زدیم. درجه الان مالک به من زنگ زده دیگه من اینجا رو فروختم و مالک جدید میخواد بیاد اینجا فعالیت کنه. از اونجایی که ما از این تجربات زیاد داریم این چند سال، من به این نتیجه رسیدم این شرایطشو داره، زمینی داره، حالا به قیمت مناسب، چون ما توان مالی زیادی هم نداریم که بخوایم خریداری کنیم این زمین رو که قیمتش بالا باشه، بتونیم یه جایی تجهیز کنیم برای بچه‌ها دائمی، چون بچه‌های ما هم دائمی و معلول هستن، همیشه پیش ما هستن. من یه شماره تو کپشن میذارم تو واتساپش هماهنگ بشید، اگر نه که دایرکت پیام بدید ببینیم که چیکار کنیم برای بچه‌ها. پیشاپیش تشکر می‌کنم از توجه و همراهی شما عزیزان. مرسی.